سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشید. کسی که بیننده هستیم در شهر ایران زندگی. یک تا از مغازه‌دارای ایران هستم. میخوام از چند سوال بپرسم راجع که به مشتریای افغان، مثلا از مشتریای افغان خبرداری هست کسی جنسش دزدیده نداده، بچه کسی ازش نسیه گرفته قرضش داده نداده. سلام عزیز. سلام علیکم. اسم شما؟ محمد رضا. محمد رضا. چند سال مغازه دارید؟ من تازه یک مغازه یک سال میکنم مغازه دارید. مشتریای چند درصد افغانی؟ خیلی مثلا چند درصد به نظر کنید؟ 50 نفر همش چیه؟ افغانی. از مشتریای افغانی دارن دستی یا ایرانی؟ آره بابا، از ایرانی بهتر خیلی. مشتریای افغانی از ایرانی بهتر. به نظر ایرانی ها مثلا وفادارتره یا افغانی ها؟ از نظر خودت اینجا مغازه داری کرده؟ باید بیشتر افغانی خیلی حساب کنید. نسبت به ایرانی ها حساب کتابی افغانی ها بهتر ها؟ آره. مثلا از جنس میبره بعد میگه 2 هفته بعد 3 هفته یه موقع میارم برای میاره نمیاره. آره بابا، اینجا خوب پاسپورت از همش پاسپورت دارم و میارم. از همش راضی هستی؟ آره.